درود و عرض و ادب و خسته نباشید. خواستم یه خاطره‌ای براتون تعریف کنم. یه آقایی داریم تو محلمون که یه بنده خدایی هستش که تقریبا 61 یا همون 60 سالش میشه. یک بار تعریف میکرد، میگفتش که جوان بودیم، تقریبا 21 یا 22 ساله بودیم. میگفت یه روزی یه میوه فروشی اومد تو محلمون، اومد تو کوچمون که ماشینش هم از اون ماشینای قدیمی هستن، مزداهای قرمز رنگ بودن که دنده‌شون هم بغل فرمون بود. از اون ماشینا میگفت خربزه رو ماشین پر کرده بود از خربزه. میگفت من و رفیقم با هم دیگه اوکی کردیم که یه خری رو ببریم بالای پشت بام، از پشت بام یه جوری اینو بندازیم روی ماشینه یا همون روی خربزه ها. میگفت بالاخره با 1000 مکافات 2 نفری این خره رو بردیم بالای پشت بوم، منتظر موندیم تا اون یارو میوه فروشه بیاد از اونجا رد بشه، ما هم کارمون رو انجام بدیم. میگفت اومد موقع رد شدن، ما خره رو هل دادیم. گفت هل دادیم افتاد روی میوه ها پشت ماشین. میگفت 2 تا چرخ عقب مزدا همون لحظه ترکیدن، 2 تاشونم.